ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الله متعال میگه که این کافر دوستتان نگیرین بغیر از مؤمنان. الله متعال چقدر واضح و روشن گفته، منتها که از قرآن درست نمیخوانه و اگر میخوانم نمیفهمه، اگر میفهمه باز عمل نمیکنه. این حال وقتی که ما شما میخوایم بفهمیم، اول الله متعال گفت که ای مؤمنان شما کافرها را دوستان نگیرین بغیر از مؤمنین. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا، آیا میخواین با این عمل کردیدان که کافر دوستان گرفتین بر الله دلیل روشن بتین که چی کنیتان؟ الله با دوزخ ببریتان. الله میگه خلاص دیگه، تو آمدی که دوست من دوستی کردی، نه خودت هم ریاضیدان هستی. یک قاعده ریاضی رو براتون بگم، میگه دوست چی میشه؟ دوست میشه. مثبت چی میشه؟ مثبت. دشمن چی میشه؟ دوست میشه. دشمن دوست. منفی مثبت. دوست دشمن چی هست؟ دشمن شد. دوست دشمن مثبت منفی. صحیح قاعده ریاضی. خب آل تو دوست دشمن ما هستی باز جنت میخوایی؟ این مقدر که دشمن ما هست بر تو کفایت میکنه. برش بگو که نمی خط فاصل از بین ما و تو که تو دشمن الله هستی. اگرچه بسیار اخلاق خوب داشته باشی، اگرچه خوب پیتزا پخته میکنی، اگرچه خوب فوتبالر هستی، اگرچه خوب یا سطحی و ظاهری داری، لکن خطرناک ترین چیز که در وجود تو هست که من نمیتونم امرای تو دوستی بکنم، به خاطر که تو دشمن دوست حقیقی ما هستی، دشمن الله هستی. و هر کسی که دشمن الله باشه و دشمن ما هست. دوستی دکت الله جور کو باز بیا سر چشم. در غیر از الله متعال میگه اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواین که دلیل روشنی بر الله بتین که در روز قیامت سرت سند باشه و بعد بگه که تو دروغ میگی نماز خواندنت. چرا این کسی که کار میکنه و در ظاهر باز میگه من مسلمانم هستم کت کافر دوستی میکنه، این منافق است. و منافق در کجا میباشه؟ فی الدرک الاسفل من النار. درک الاسفل چی رو میگن؟ یکی درجات است، یکی درکات. درجات چی است؟ در جنت درجات است. مثلا جنت اول است، باز بالاست بالاخره فردوس میرسه. این درجات است. هر کس نظر به مقام منزلت خود در جنت میباشه. و یکی درکات است. درکات چی است؟ که این قسمت اول دوزخ است، باز پایان شده میره تا میره تا که در سیاه چایش میفتی. کافرایش دوزخ سوم چهارم میباشه، منافق در تاترین میباشه که همین چیزی که گندگی ها و چتلی ها و ریم و گندگی دیگه دوزخی هست یا کلش میره ایرکی میخوره، منافق میخوره. به خاطر که ضرر منافق به دین از کافر کده زیادتر است. کافر خود میگه من کافر هستم، اما منافق در لباس دیندار اسلام خراب میکنه، دین خراب میکنه، جوانا را خراب میکنه، جامعه را خراب میکنه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، برای از اینا هیچ نصرت کننده کمک کننده یافت نمیشه. مطلقی سلام.